به نام خدا. دوستان عزیز، امروز میخوایم طریقه تعویض چراغ جلوی خودرو رو بهتون آموزش بدیم. امروز در گوش با چراغ رو باز میکنیم و سوکت دوپایه چراغ رو از پشت چراغ در میاریم. یک توجه کنید، یه خاری اینجا داره. این خار رو به این شکل فشار میدیم با این انگشت و میدیم به سمت بالا. دو دفعه من جا میزنم. اینجوری فشار میدیم به سمت جلو و همزمان که فشار دادیم به سمت جلو به سمت بالا میکشیم. این خار رو بازش میکنیم و چراغ رو در. خب توجه کنید که به هیچ عنوان دست به قسمت شیشه‌ای چراغ نزنید، چون این چراغ باعث میشه واتش بالا است، توانش بالا است، جریان زیادی میکشه و باعث میشه که از جایی که شما دست زدین به چراغ، چون چربی دستتون روی شیشه قرار گرفته، از همون نقطه گرما رو جذب میکنه و گرما تو اون نقطه بیشتر میشه و باعث سوراخ شدن اون شیشه میشه و در نتیجه هوا وارد چراغ خواهد شد و فلیمان چراغ خواهد شد. حالا دو دفعه این لامپ رو داخل جای چراغش قرار میدیم و خار رو برعکس باز کردن، ابتدا به سمت بالا و به سمت جلو هل میدیم و خار رو جا میزنیم و سوکت دوپایه چراغ رو جا میزنیم و مراحل تعویض لامپ رو انجام با تشکر.